салом мегӯям ба дӯстони азиз ки ҳоло моро тамошо доранд. шаҳлои гулхоҷа ҳастам ки аз Прага шуморо ҳамроҳӣ мекунам. соат ба вақти Прага расо 7 аст. имрӯз душанбе 4 июн аст ва ман ҳозирам ки тозатарин хабару гузоришҳоро аз ҳаёти мардуми Тоҷикистон ба саҳми шумо бирасонам. бахусус дар ду рӯзи ахир, яъне шанбе якшанбе дар Тоҷикистон ҳодисаҳои мухталиф рух доданд ки мехоҳам онро дар ҷараён бо шумо бигзорам. аз ҷумла шоми шанбе яъне 2 июн яке аз бозорҳои пойтахт Султони Кабир оташ гирифт ва дар натиҷаи оташсӯзӣ амбор ва 21 дукони тоҷирон ба коми оташ рафт. тавре ҳамкорони мо мегӯянд ва худи мақомоти Тоҷикистон ҳам гуфтааст барои хомӯш кардани оташ ки 4 соат идома кард 100 нақлиёти техникӣ ва ҷумла 3000 нафар сафарбар шуданд ва билохира онҳо ин оташро хомӯш карданд, вале барои тоҷирон зарари бузург расидааст. аз ҷумла яке аз тоҷирон гуфтааст ки ба ҳисоби ӯ тахминан 100 000 сомонӣ барояш зарар расидааст ва гуфта мешавад ки асосан این سوختار در بینای یکم صورت گرفته است. در اونجا تاجران اساساً به فروش اشیای روزگار مشغول بودند و کاملا بعضی از این دکان ها سوخته و ولنگار شدند و چیزی از آن باقی نمانده است. و برای معین کردن ضرر و سبب های سوختار یک گروه تفتیشاتی تأسیس داده شده است و وزارت کارهای داخلی میگوید که طبق فرضیه پیشکی آنها این سوختار نیز بنابر رسیدگی ناقل های برق به وجود آمده است. گفت که در تاجیکستان این برای اولین بار نیست که بازارهای کلانترین آتش میگیرند و طبعا در تجربه های پیشینه هم دیده می شود اکثر این آتش سوزی بنابر رسیدگی ناقل های برقی گفته می شوند و در این آتش سوزی اساسا صاحبکاران ضرر می بینند و این ضرری آنها پرداخت کرده نمی شود چون که آنها خود را سغورته کردگی نیستند و در اکثر موارد آنها قاعده های بخطری سوختار را رعایت نمی کنند. در همین حال رهبری سلطان کبیر بازار سلطان کبیر در صحبت با همکاران ما گفت که برای آنها یک هفته مهلت دادند که تا اینکه این بازاری سوخته شده را آنها از نو به ترتیب درآورند و به دست صاحبکاران سپارند. و وزارت کارهای داخلی میگوید که در نزدیکترین فرصت خسارات و مثلا سبب های اصلی این سوخته را اعلان خواهند کرد. یک خبر دیگری ما نیز مربوط به یکی از حادثه های فوق العاده است. از جمله در شاهراه اساسی که شمال تاجیکستان را با پایتخت میپیوندد یک مقدار راه ولنگار شده است، یعنی پورا خراب شده است. این راه به منطقه ناحیه عینی داخل دارد و شاهراه دوشنبه چناق است که تقریبا بنابر حساب 35 متر راه کاملا فرو رفته است و مسئول نگهداری راه شرکت ایرز گفته است که این فروروی راه بنابر بارشات پای در پای به عمل آمده است و این قریب بامداد به وقوع پیوسته است و بنابر آنکه در راه یگان نفر و اینکه ماشین ها نبودند، خوشبختانه هیچ کس ضرر ندیده است و در مدت 2 ساعت این راه بسته بود و کارمندان ایرس یک راه موقتی را از طرف کوه باز کردند تا اینکه رفت و آمد برقرار کرده شود. با گفته شرکت ایرس برای پورا برقرار کردن این راه فرصت زیاد لازم است و در طول 10 سال اخیر این برای اولین بار است که این راه کاملا فرو می رود. و خبر دیگری ما مربوط به وضع تنفروشان در تاجیکستان است که چند از سازمان‌های جمعیتی به سازمان ملل متحد درباره وضع تنفروشان در تاجیکستان گزارش پیشنهاد کردند. یکی از این سازمان‌هایی که به سازمان ملل متحد گزارش نوشته است شبکه شاه آییم است که گروه از تنفروشان در تاجیکستان و قرقیزستان روسیه به هم می‌آورد و قرارگاهش در قرقیزستان است. این سازمان گفته است که بعد آنکه در تاجیکستان جزا برای تنفروشی در سال 2015 جدی‌تر و سخت‌تر شد، شرایط و تبعیض و خشونت در نسبت تنفروشان باز هم بدتر شده است. آنها از جانب مقامات پلیس و از طرف کارمندان پلیس اذیت میشوند، بعضی وقت لط و کوب میشوند، آنها را مثلا ثبت میکنند، نوارهایشان را آنها را تحقیر میکنند و این هم در حالی است که طبق قانونگذاری تاجیکستان تبعیض زنان منع کرده شده است. بنابر حساب ها تنها در ماه ینور امسال
بالا 80 تنفروش رو بازداشت کردند و بازپرسی کردند. اکثر آنها را مجبور کردند که آنها از تشخیص طبی بگذرند و حتی بعضی آنها را روی روز به خانواده‌هاشون گفتند که اینها به تنفروشی مشغول میباشند. باید گفت که سال 2015 برای تنفروشی جزای سخت‌تر پیش بینی شد، از جمله از 500 تا 2000 جریمه پیش بینی کرده شده است. ولی اگر یک دختر در طول یک سال بار دوم بازداشت کرده شود، او را از 10 تا 15 روز حبس مأموری میکنند و باید گفت که طبق حساب‌های آماری و تخمینی حالا در تاجیکستان 14,000 نفر زنان به تنفروشی مشغولند. و خبر دیگر ما مربوط به قرقیزستان است که مفتی سابق این کشور پیشنهاد کرده است که برای کروپسیونرها در این کشور حکم قتل داده شود یا اینکه نماز آنها را نماز جنازه نکنند. و به گفته این مفتی سابق باید این تجربه از چین آموخته شود، چون که در اونجا برای کروپسیونرها حکم قتل پیش بینی شده است. البته این پیشنهاد مفتی سابق در بین جامعه قرقیزستان واکنش‌های مختلف را به بار آورده است و برخی از وکیلان گفتند که اگر در چین این تجربه کار میکرد، پس کروپسیا در اونجا ریشه‌کن کرده میشد. این اولین اقدام که تشبوسی نیست که از تشبوس بحث برانگیزی نیست که از سوی مفتی سابق پیشنهاد کرده میشد. او قبلا گفته بود که باید به مردان دو زنگی اجازه داده شود. خلاصه این چندی از مختصری خبرهای مهم بود و من شما را بعد از 3 ساعت دیگر